یعنی ما یه مسیری رو داشتیم طی می‌کردیم، مسیر خیلی قدرتمندی هم بود. 50 سال از اسکار تو دوره قبل از انقلاب بوده. چرا تو هیچ کدوم از اون دوره‌ها حتی اسمی مطرح نمیشه از سینمای ایران؟ حالا نه در اسکار، حتی در کن، در ونیز که حالا اون سابقهشون باز کمتره، در خدمت شما عرض کنم برلین، خیلی انگشت شماره دیگه در جشنواره‌ها. اصلا مطلقاً نیست. شاید مثلا یکی دو مورد اونم حضور بازیگرا هست، فیلمسازا به اون معنا موفقیتی در جشنواره نداشتن، شاید استثناءاتی بود. ما یک جریان سینمایی درست کردیم بعد از انقلاب که این جریان نه به حرف من یا به گفته من، شما مسابقه‌ای که خانم معتمدداری چند سال پیش صورت داد ببینید، 3 عامل اصلی خشونت و سکس و الکل از سینمای ما حذف شد که باعث افتخار و باعث رشد سینمای ما شد. 3 عاملی که همیشه در همه جای دنیا معیار پیشرفت یک سینما بود. وقتی حذف شد جایگزینش روابط انسانی، فرهنگ، شعور، هویت، جایگزین این 3 تا عنصری که عامل بود شد. و سینمای ما بعد از یک سالهای در سالهای 60 و 70 در دنیا معروف شد به سینمای ایران، مثل سینمای هالیوود. از یک بیچیزی چیزی به دست آورد که حالا باید مثل یک نهال ازش نگهداری شد. سالهای 60 و 70 سینمای ایران مثل یه نهال ذره ذره بهش آب دادن تا کسی بهش خدشه‌ای وارد نکنه. توهین حذف شد، فحش حذف شد. واقعا زن چی بود قبل از انقلاب توی آثار سینمایی؟ ابژه بود دیگه. زن ابژه بود. زن ناموس بود. خیلی شفافش دیگه. یا در واقع بهش تعرض میشد، یکی لوتی مثلا میومد نجاتش میداد، یا از دهات اومده بود توی شهر توی کاباره فعالیت میکرد، دوباره ابژه جنسی بود. یعنی اینکه عملا نقش فعال برای زن در سینمای قبل از انقلاب وجود نداشت. موج نو چند تا آثاری در واقع توی سینمای موج نو ساخته شد، ولی اونجا هم باز حضور در واقع زنها خیلی پررنگ نبود. یعنی جایی که محوریت داشت مثلا کلاغ بهرام بیضایی بود و بله مثلا بنبست بهرام بیضایی اساس سینماش در واقع، یعنی بهرام بیضایی استثناء بود توی اون سینما که اساسش بر در واقع محوریت دادن به کاراکتر زن شکل می‌گرفت. ولی خب قاعده سینما ما اون نبود. سیاسی شدن فضا چه بسا اگه از سال 88 وجود نداشت، ما با اسکار رفتن جدایی نادر از سیمین تو فضای داخل کیف هم می‌کردن خیلی‌ها. اگرچه هستا همین الان هم محصول در واقع اینه که مثلا دولت وقت این فیلمو فرستاد اسکار، ولی چرا این ظرفیت استفاده نشد؟ سایه سال 88 روی همه آثار هنری وجود داشت، همه آثار هنری رو تفسیرپذیر میکرد. من نمیگم تفسیرها درستم نبود گاهنا، ولی آیا میارزید به این که انقدر مایه اختلاف بشه که شما عملا الان دیگه تو سینما با آثار ماندگار مواجه نباشید؟